امروز 26 می است. آغاز هفته نوی کاری و خبرها و گزارش‌ها رو از تاجیکستان و جهان پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، در نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی این موضوع ها رو داریم. اگر خانه‌مان را بگیرند در کوچه میمانیم. دادخواهی خانواده حاجی حلیم از پرزیدنت تاجیکستان. شوهر ما کشتن، ما را اینقدر عذاب داده، غم دادستین. ما نمیدونیم که جا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت ولادیمیر پوتین کاملا دیوانه شده است. کرمل هنوز به این حرفا واکنشی نکرده است. و دعوا و کشمکش سری دروازه. بس یک ساکن کلا با ترمینال مسافرکشی تو به دادگاه رفت. همون مردک انصاف نداره، یگان میده عقل فراست نداره. همون نگلی آب از رای مرا محکم کگی ای خدا نمیترسه که مرا خیلی کدسای. فرزندان و همسر میرزا کریم نظرов برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان معروف به حاجی حلیم میگویند احتمال دارد 4 عائله با 30 اعضای آن در کوچه بمانند. به گفته آنها از این پیشتر تمام مالکیت دیگرشان مصادره شده بود و حالا مقامات آنها را از منزل استقامتیشان بیرون کردند. این خانه را دادگاه سال 2016 به نفع دولت مصادره نموده است، ولی همسر نظرов در صحبت با براد یوسفی و ارشاد سلیمانی گفت خانه مالکیت شوهرش نبود. ما نمیدونیم که جا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در نزدیکان میرزا کریم نظرов برادر عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا 2 روز دیگر یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه مورد بحث در کوچه قراتگینی ناحیه شاه منصور دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرov اعتراف و مصادره کرده شده است. آنها به نام من شوهر براد پسر ما به نام من پسر ما آخی در نام وی دخل نداره. این حجت آخی این همه همیا باده چیز قانون هیچ خیلی قانونه هیچ خیلی چیزایی که ما را یگان میده پشتیبانی نمیکنن. شوهر ما کشتن، ما را اینقدر عذاب داده، غم دادستین. ما نمیدونیم که جا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرov میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016 چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند در همین خانه ماندند، زیرا خانه ماه دکبر سال 2014 1 سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم معاون وقتی وزیر دفاع سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند همراه 2 برادر دیگرش کشته شد. حالا خانواده میرزا کریم نظرov از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کنند. اینقدر آدما نمیدونیم که جا بریم، در کوچه زندگی کنیم. پسرام یا تا برادر شوهر ما 10 سال در محبس شدن برآمدن. کودکاش اینا 2 تا خانه داشت، خانه هاشا گرفتن ندادنش دیگه، خانه هاشا به خانه در منزل ما زندگی داره. 20 فرزند نابالغ موندگیش کلونا. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شاه منصور مراجعت می‌کند که مسئله از منزل بحثی کوچانیدن خانواده نظرov را به دادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه‌گذاری را قانع می‌کند. با گذشت نزدیک به 2 سال از حلنامه دادگاه، خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانова میگوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند، ولی تاکنون مراجعه آنها بررسی نشده است. رو میریم با موضوعهای دیگر. بعد حمله‌های نوی مرگبار روسیه به اوکراین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را
دیوانه کامل نامیده گفت که او به یگان سبب آدمان زیادی را میکشد. دونالد ترامپ روز 25 می در یک بیانیه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ولادیمیر پوتین را سخت تنقید کرده افزود او به سبب به شهرهای اوکراین با موشک و پهپاد یا خود درون ها حمله میکند. پیش از این بیانیه سخت دونالد ترامپ گفت از عملکردهای پوتین در چند روز اخیر سخت ناراضی است. همکارم خیرمان بخوزاده گزارش میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 25 می از بمباران روسیه در خاک اوکراین که در آخر هفته صورت گرفت اظهار ناراضگی عمیق کرد و گفت من از کار پوتین راضی نیستم. دونالد ترامپ هنگام صحبت در فرودگاه موریستاون نیوجرسی در صحبت با خبرنگاران گفت من نمیدونم با او چی شده است. او آدمان زیاد را میکشد. من از این ناراضی هستم. اظهارات ترامپ واکنش به حمله روسیه به شهرهای اوکراین از جمله کیف بود که در آن 367 درون یا هواپیمای بی سرنشین استفاده شده است. از زمان آغاز جنگ این بزرگترین حمله هوایی به حساب می رود که در پی آن دست کم 12 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شده است. ترامپ سعی دارد که هر دو جانب را به آتش بس در جنگ 3 ساله اوکراین راضی کند و هفته گذشته با پوتین بیش از 2 ساعت گفتگو کرد. او گفت در صورت ادامه حمله ها احتمال تحریم های نو علیه روسیه وجود دارد. من همیشه با او زبان میافتم، اما او به شهرها موشک میاندازد و آدم را میکشد و این به من تماما پسند نیست. خبرنگاران مشاهده کردند که با چنین لحنی تند دونالد ترامپ درباره پوتین تا حال صحبت نکرده بود. در ادامه موضوع روسیه و اوکراین روز 25 می این دو کشور تبادل اسیران را در شکل 1000 بر عوض 1000 به انجام رسانیدند. در عین زمان ناظران بین‌المللی میگویند تاکنون هزاران اسیر جنگی و غیر نظامی اوکراینی دیگر در منطقه اشغال کرده روسیه ماه‌ها و حتی سالها در انزوا قرار دارند. امری معمولی شده است. همکارم کایو مرسیاتو در این باره نقل میکند. تاتیانا تیپاکووا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه اشغال کرده روس‌ها در اوکراین عذاب می‌دهد. آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می‌زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند. تاتیانا میگوید او یکی از هزاران اوکراینی‌هایی است که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری‌های روس‌ها ماه‌ها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند. اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگد کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دخترانی بودند که در ته خانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشم مادرانشان تجاوز می کردند. سپس مادر را در پیش نظر دخترش. با گفته سازمان‌های غیر حکومتی چنین محبس‌های غیر رسمی در ده‌ها جای تشکیل شدند. در این زندان‌ها شکنجه یک کار معمولی بوده، محبوسان بعضاً سالها تنها نگاه داشته می‌شوند. ده‌ها مورد استفاده شکنجه، مخصوصاً شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است. بعضاً آدمان را ربوده پس از مدت آزاد می‌کنند. دیگران به زندان‌های روسیه فرستاده می‌شوند و یگانه شانس آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است، اما در اصل خیلی کم تبادل کرده می‌شوند. به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق می‌مانند. ناقل‌ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی می‌گذارند. بعضاً تا حد لطوکوب می‌کنند که اسیران معیوب یک عمری می‌شوند. بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لطوکوب می‌گردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصاً مردان را می‌زنند. رومان باکلاژوف 54 روز را در شکنجهگاه روس‌ها گذرانده است. حجره‌های شکنجه میتواند در همه جا، در تهخانه، در خانه‌های شخصی باشد. همه درباره این حجره‌ها که در کاخوفکا و کاخوفکای نو جای گیرند میدانند. مقامات ده‌ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل، اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. مقصد اسیرگیرنده‌های روس هم در مقایسه با دوره اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است.
در اول روس‌ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی‌ها را می‌گرفتند. اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت میگیرد که هویت ملی خود را نشان میدهند و اشغالگری را نمیپذیرند. این آدمان نوابسته از آن که به روس‌ها تهدیدی ندارند هدف قرار میگیرند. برمیگردیم به تاجیکستان. در کلوباس یک ساکن شهر با ترمینال مسافرکشی سالهاست حال خود را پیدا نکرده است. این ساکن ادعا دارد که مسئولان ترمینال برقصدانه درآمدگاه خانه‌اش را با 2 کانتینر محکم کردند. از جانب دیگری بحث اصرار می‌ورزد که این پارچه زمین با آنها دخل دارد و هیچ عمل غیر قانونی نکردند. چنانچه روی موضوع را از همکارم طاهری سفر می‌شنویم. 2 کانتینری عظیم در نزد دری خانه ظریف بابایف در کوچه نانگاه پایان در حدود ترمینال شهر کولاب. خانواده ظریف بابایف مجبور است هر روز از پشت خانه در و برا کند. این کار را به گفته بابایف صاحبان ترمینال مسافرکشی مخصوص کردند. امی اوزینامی خیلی استودگیم قطعی ای طرف درستم خب مغازینای همسایه اوجا همسایه نه همسایه ای پشتم اینا زپراف کای عینای برم автовокзал پیشم автовокзал همو مردک انصاف نداره یگان میده عقل فراست نداره دروما دبارو دیدگی خونه مرا همو نقلی ابرازم رای مرا محکم کگی ای خدا نمیترسه که مرا خیلی کدسای. ترمینال کولاب را سالها پیش خصوصی کردند. خانه‌هایی را که در حدود ترمینال بود خریدند و با آن همراه ساختند. و غیر از خانه ظریف بابایف در درون ترمینال دیگر خانه دیدن نمی شود. رهبران ترمینال می گویند کانتینرها را در حدود ترمینال و قانونی گذاشتند. اما ظریف بابایف می گوید که غیر قانونی است و به دادستانی و دادگاه شکایت برده است. رای مرا محکم کردم و سود شهر کولاب درفتم عریضه کردم دادم. گفت که امروز سود دادر اومدم در تلفنم ضبط کردی داشتم همین کانتینر را نشون دادم. گفت بنویس هرزاب بنویس من خیلی گبر کوفتم پروکراتورش دم نوشتم هم خیلی رئیس شهر کولاب دم نوشتم هم تری. رهبران ترمینال گفتند که راه برآمد و مغازه ها در حدود ترمینال قرار دارد. با گفته فردوس سیدوف مدیر ترمینال مسافرکشی کولاب راه ظریف بابایف در گذشته باز بود ولی خودش یک قسمتش را فروخت و قسمت دیگرش را بست. با گفته سیدوف آنها به ظریف بابایف پیشنهاد کردند خانه‌اش را بفروشد اما او نخواست. خود ظریف بابایف این معامله را تصدیق کرد. همین دروازه من همون خلال میرسونه من همین تمدرم همین تمبرم ما گفتم برادر اگر خلال رسونه دروازه من مرحمت کنه بخرش من ببرم میرم همین جای یگان جای گپش نیست یگان پرابلم نیست با ما یک جای دیگه با جام میوم زندگی کن بگیرم همین سرم دتا یکم پانو باشه برف بارون هیچ گپ نیست مابته من همین خزم میرم گویا یک خانه دارم مالیشش میکنم رفتن خانه را دیدن خانه نمیشه و خانه کونه جزیره ما گفتم که اوشنو خانه نمیشه پولی نختم بده بگیرش بر. حالا دو طرف از بالای همدیگر به مقامات شکایت بردند و به حق بودن خیش پافشاری دارند. بحث آنها چند سال است که حل خود را پیدا نکرده است. یکی میگوید راه برآمد از خانه‌اش را بستند، دیگری میگوید بر اساس قانون عمل کرده است. کی حق هست و کی ناحق تا کنون معلوم نشده است و دو طرف منتظر پاسخ مقامات هستند که حق را از ناحق جدا کنند. و یک خبر دیگر هم داریم. ویدیوی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که ظاهراً همسرش او را یک شپاتی سبک میزند امروز در سراسر اینترنت پهن گردید. قبل از فرود آمدن ماکرون از هواپیمای در ویتنام دیده می شود که در داخل هواپیما یک دست بر روی ماکرون را عقب میزند. ایمانوئل ماکرون که رویش را طرف چپ میگرداند این لحظه در بازی هواپیما را میبیند و به بیرون دست میافشاند. سپس او با همسر 72 سالش بریجیت از هواپیما بیرون می آیند و او دست شوهرش را هم نمیگیرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه این حادثه را کم اهمیت جلوه داده گفت که بعد پرواز طولانی و قبل از فرود آمدن دو طرف شوخی کردند. یکی از مقام‌های دیگری حکومت گفته است همسران یک بحث بی‌آزاری داشتند. با این مطلب برنامه را به پایان میبریم. سپاسگزاریم از آن که همه روزه ما را تماشا میکنید. اگر خبر و گزارش بیشتر میخواهید پس وبسایت رادیو آزادی و صفحه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک در خدمت شماست. اگر شما نیز خبری دارید به ما فرستید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.